درود بر شما. شروان فشنگی هستم به همراه دوست و همکارم جناب دکتر شاهین نژاد در خدمت شما هستیم. به دلیل شرایط ویژه‌ای که در کشور حاکم هست، عملا شرایط جنگی، ما تصمیم گرفتیم که یک برنامه مشترکی داشته باشیم بین پادکست چاپار و برنامه هفتگی تلویزیونی حزب رستاخیز ایرانگرایان که در شبکه‌های اجتماعی البته پخش میشه. سوم تیر ماه 2584 شاهنشاهی برابر با 24 ژوئن 2025 میلادی و روز حروتات یا خرداد از سال 3763 زرتشتی. این سومین اپیزود از فرگرد یا فصل ششم پادکست چاپار هست. خب شاهین جان، میدونم که وضعیت اخبار و وضعیت کشور دیگه نیازی به درازگویی نداره. اونو فکر کنم بینندگان و دوستان بهتر از من و شما پیگیری میکنن. اما همونجور که با هم صحبت میکردیم، بیشتر شما مد نظرتون بود که واکاوی یا تحلیل و هماندیشی کنیم در این باره. خب از شما میشنویم. درست. درود دکتر شیوان فشندی بسیار گرامی و هم میهنانی که بیننده و شنونده ما در نهاد آزادی و در تلویزیون پارس هستند و همچنین اونایی که از یوتیوب برنامه رو میبینند. خب انقدر سیر رخدادها شتاب گرفته که من فکر کنم مردم خودشون خیلی جدیتر پیگیر خبرها هستند، چه درون ایران چه برون مرز. اون چیزی که امروز میکوشیم ما تو این 40-50 دقیقه آینده بیشتر سراغش بریم، دو تا موضوع بسیار مهم و محوری است. یکی این که چه شد که کار ما به اینجا کشید و دومم بریم به سراغ این که شرایط پیش اومده و خارج از اختیار ما بوده و جز جمهوری اسلامی کسی ما رو به اینجا نکشونده. حالا ما به عنوان کسانی که مردم ایران که تو این جریان نقشمون دست کم از الان به بعد تا کنون ما در این ایجاد نبرد نقشی نداشتیم، چگونه میشه از شرایط پیش اومده که شرایط بدی هم هست بهره گرفت برای اینکه آنچه که صلاح ایرانه و مصلحت ملت از دلش بیرون بیاد. من فکر کنم همینطور که من و شما شروان جان از خودمون پرسیدیم چرا کارمون به اینجا کشید، خیلی هم میهنان من و شما هنگامی که این صحنه‌های انفجارها رو میبینن، تخریب خیلی از تجهیزات رو میبینن و یا نشستن تو ماشینشون و در به در دنبال جایی هستن که از تهران یا شهرهای دیگه خودشون رو به جای امن‌تر برسونن، این پرسش تو ذهنشون اومده 180-190 تا کشور در جهانه، چرا کشور من و شما باید تو این وضعیت گرفتار بشه و چرا کشور من و شما باید حکومتش یک خویشکاری وظیفه‌ای رو به دوش شهروندانش بگذاره؟ انگار این ملت زاده شده چند نسلش رسالتی دارن که یک کشور دیگر رو، یعنی اسرائیل رو، از روی نقشه جغرافیا محو کنن. و این فکر میکنم پرسش به نظر پرسش ساده‌ای میاد، ولی من متوجه شدم و حتما شما هم حس کردید از افکار عمومی که حالا نمیگم اکثریت ولی درصدی از مردم امروز دنبال مقصر جای دیگه میگردند و بعضی وقتا خب میشود گفت که دستگاه تبلیغاتی حکومت خوب عمل میکنه، فریب میده، جنگ روانی میکنه، جنگ تبلیغاتی رو میبره، ولی یه چیزی هم ما داریم به عنوان، حالا انگلیسیش کامن سنس، خودمون هم یه نیمچه خردی نزد هر ایرانی هست که ببینه چه شده. حالا من از چشم انداز خودم میگم و دوست دارم که حتما از چشم انداز شما هم این مطلب رو به جایی برسونیم بشه واقعا یک تصویر کامل گذاشت. حتما. من پیش از اینکه شما بپردازید به این اشاره کنم که یه ده من شنیدم که میگن آقا وسط جنگ و هیر و ویر و نمیدونم بمب و این که مردم آواره شدن از شهرها بیرون رفتن اینا. حالا شما الان وقت گیر آوردید که چه بشینید ریشه یابی کنید چرا اینجوری شد. اتفاقا زمانش الان هست. این نخستین جنگی نیستش که بر سر ایرانیان آمده و تحمیل شده و اگر با این روند ادامه بدیم، اگر خودمون رو درست نکنیم، وضعیت ساختار سیاسی و اجتماعی کشورمون درست نکنیم، آخرین هم نخواهد بود. هر بارم همین بود. جنگ ایران و عراق هم شما سنت یه مقدار بیشتر بود، من یه مقدار سنم کمتر، ولی اونم همین بود. میگفتن آقا الان دشمن بعثی حمله کرده،
صدام و فلان حمله که ما الان باید بریم دفاع بکنیم، اصلا ریشه یابی رو ول کن، شما بذار کنار. اگر همون موقع ریشه یابی نشه، الان که ما که اینجا نمیتونیم که مثلا کاری که نیستیم که کار دیگری که از اون بر نمیاد. اگر در واقع اندیشه سپهر همگانی جامعه، اندیشه عمومی جامعه، به ویژه حالا تحصیل کردگان، در همون دوران بحران، در همون اوج بحران آغاز نکنن به واکاوی، دست کم آغاز نکنن به واکاوی، این استخوان‌لای زخم ادامه پیدا میکنه و هی بد و بدتر میشه. کما اینکه میبینیم در دست کم 50 60 سال گذشته، حتی به نظر من از 10 سال 15 سال پیش از انقلاب، که بخش تحصیل کرده جامعه ما به بیراهه رفتن، به معنای واقعی به بیراهه رفتن. یعنی شما اگه برگردید 10 سال 15 سال پیش از انقلاب، حالا میرسیم به اینا، خب بله جامعه در رفاه و اقتصاد پیشرفت میکرد و اینا، ولی میرفتی وارد دانشگاه تهران میشدی، وارد دانشگاه آریامهر اون زمان شریف کنونی میشدی، میدیدی که چقدر هپروتند مردم. اونم کی؟ نه مردم عادی، روشنفکرات، دانشجوها، یعنی تحصیل کردگان مملکت که قرار آینده مملکت بسازن، در چه هپروتی سیر میکنن. و خب دیدیم که در 15 سال اون هپروت تبدیل شد به انقلاب، جنگ، فروپاشی ارتش، بدبختی و دیگه داستان خودتون میدونید. اینه که به نظر من زمان ریشه‌یابی همین الان. کاملا درسته. اینکه الان وقت فلان کار نیست، نه، اینا سخنانی است که معمولا برای اینکه اصلا نمیخوان ریشه‌یابی بشه. بیایم بریم نگاه کنیم 47 سال پیش یک کشور ما دچار یک انقلاب اسلامی شد و وارد یک فازی از زندگی ملی شد که تا کنون دست کم 3 نسل ایرانی رو زندگیشون رو به نوعی سوزونده. اگر بخوایم ریشه یابی بکنیم، باید این ریشه نابخردی رو از امروز همین اکنون بریم تا 47 سال دیگه عقب‌تر. حالا نمیخوام برم سالهای پیش از اون با باز بیشتر بخوایم که ریشه یابی کنیم، ولی همون جلوه آنچه که تو دهه 45 گذشته بود به صورت بهمن 57 خودشو نشون داد. کسانی که اون هنگام ریختن تو خیابون، کسانی که اون هنگام با قلمشون با کلامشون در جهت افتادن رژیم سابق و آمدن رژیم تازه گام برداشتن، کسانی که بخشی از ماشین دیوان سالاری یا حتی تشکیلات امنیتی و نظامی رژیم سابق بودن و برای نگه داشتن چارچوب کشور و حکومتی که لازم بود برای کشور بمانه به هر دلیلی که خودشون میدونستن کمکاری کردن، حس مسئولیت نداشتن، ترسو بودن، وظیفه شناس نبودن. حتی هنگامی که شاه رفت از کشور، نگاهشون این بود که خب حالا شاه رفته پس ما هم چراغو خاموش میکنیم، کرکر مغازه رو پایین میدیم میریم. انگار نه انگار که وظیفه نسبت به کشور داشتن، انگار کشور مال شاه بوده. دقیقاً. وقتی شما اینو میبینید میگید خب پس من بخشی از مقصران امروز رو اونجا پیدا کردم. بعد میاییم سراغ کسانی که با هر ایده سیاسی مدت زیر عبای روح الله خمینی رفتن، چه اونایی که ملی مذهبی بودن، به اصطلاح لیبرال بودن، جبهه ملی بودن، چپ بودن، عرض کنم خدمتتون معتدل بودن، کسایی که سازشکار بودن، تو مقطعی اومدن و حکومت رو تایید کردن، خودشیرینی کردن، خوششخصی کردن. اونها هم بودند تا هنگامی که کسانی اومدن که بازی اصلاحات رو انداختند. ما 2 دهه درگیر این بازی اصلاحات شدیم و اتفاقا جالبه که بازیگر اصلی بازی اصلاحات هم خود اکثریت مردم ایران بودن. من فکر میکنم که این که ما بگیم آقا مردم بیگناهن، مردم تقصیر ندارن، مردم اصلا چه نقشی داشتن، اینها خیلی به نظر من پاپولار بودن زشت و زننده است. اگر که پولیس عوام فریب بودن، عوام فریبی به معنای نه، بله به معنای عوام فریبی است، نه به عنوان محبوب بودن. این جریان برمیگرده به این که ما اگر فکر میکنیم تو مشاهداتمون چیزی از رفتار ملیمون دیدیم که به خودمون آسیب زده، وقت برای ایران کمه و عمر ما هم کوتاست. باید آنچه که میدونیم رو بگیم. اکثریت مردم 60% 70% که هر دوره رفتن رأی دادن، به خاتمی دادن، به میر حسین دادن، به روحانی دادن، حتی یه 30% همین اواخر به پزشکیان دادن. اینها هم مقصرن. میزان تقصیر فرق میکنه. علی خامنه ای تقصیرش 100 میلیونه، فلان کسی که رفته تو صف واسطه با شناسنامه‌اش
رأی داده، حتی اگه باورم نداشته فقط رأی داده که یه مهری به شناسنامه‌اش بخوره، حالا اون 100 میلیون نیست، اون تقصیرش 100 عدده. میخوام بگم همه به هر حال از اون که به اینجا رسیدیم، اگه نه همه، بخش بزرگی از مردم خوشون نقش داشتن. کسایی که دست کم از 3 سال پیش هنوز قشر خاکستری باقی موندن، وقتی که 96 رو دیدن، آبان 98 رو دیدن، قیام 1401 رو دیدن و باز شونه انداختن بالا و گفتن ما سیاسی نیستیم، آقا ما اصلا به این چیزا کاری نداریم، ما داریم زندگیمون رو میکنیم، بله. اونها ما باید هم حتما بریم ایران قرمه سبزی مامانپزمون رو بخوریم بله خارج از کشور ساکن بودن. بله. کاملا. برای اینکه قضیه رو به این صورت دیدن که خب حالا که ما داریم زندگی میکنیم، چرا حالا بریم وارد فازی بشیم که برای اون مشکل بیاره. اونها هم مقصر بودن که کار به اینجا کشید. و من حتی میرم سراغ سلبریتی هایی که حالا ورزشکار بودن، بازیگر بودن، خواننده بودن در ایران، تو این سالها اومدن لپولیسی کردن، پولی گرفتن، یک در حقیقت رانتی گرفتن از حکومت که این آشکاره، اصلا قابل انکار نیست، و اومدن برای حکومت خوششخصی کردن. اونها هم مقصرن. موقعی که یه عده پاشدن رفتن راهپیمایی روز قدس که ما میخوام اسرائیل از اون کره خاکی محوش کنیم، اونها هم مقصرن. اونهایی که 7 اکتبر را افتاد و حملات حماس به اسرائیل با خب کشتار و اسیر گرفتن و کارهای خیلی خیلی شنی همراه بود، اونها هورا کشیدن و گفتن آخش دل مخنک شد، اونها هم مقصرن. بنابراین برای اینکه دنبال مقصر بگردید، درسته با یک عبارت ساده می شود گفت جمهوری اسلامی، در این شکی نیست، ولی این به این معنا نیست که دیگرانی وسط منزه بودن، پاک بودن، بی تقصیر بودن. همه قربانی نبودن. جمهوری اسلامی مجرم درجه یکه، ولی ما مجرمای دو و در سه. ضمن منافاتی ندارش. میشه شما یک فردی یا بخشی از جامعه میتونه هم قربانی باشن هم شریک جرم باشن. درست کاملا. در تاریخ همین بوده، فقط در مورد ایران هم نیست، در تاریخ همین بوده. شما ببینید مثلا شما بخشی از شهبان جان مردم. وقتی که با خودت خلوت میکردی تو این روزها و میاندیشیدی که خب وضعیت رو ببین الان، سرتیتر خبر هاست، چرا ما اصلا باید وارد این فاز بشیم، چرا ما تو این وضعیت قرار گرفتیم، دقیقا چی در ذهنت میآمد؟ خب ببینید، پرسش بسیار گسترده ای است. حالا همه مشکلات فرهنگی ایران رو نمیخوام بهش بپردازیم، همه مشکلات سیاسی و اجتماعی نمیخوام بهش بپردازیم، چون نخواستیم که زمانش نداریم، دوم که لوس میشه دیگه. اگه همه چیز عامل مؤثر بوده که خب دیگه پس هیچی نبوده، یا همه اثرات به قول معروف انقدر رقیق میشه که بی ارزش میشه. من بخوام اگه یک چیز رو برجسته بکنم، میشه گفتش که یک دید کودکانه‌ای در بین مردم ایران، بخشی از مردم ایران، شکل گرفت از حدود دست کم 20 سال پیش از انقلاب، 20 سال پیش از انقلاب. این مهمه، این که من هی برمیگردم به پیش از انقلاب مهمه، به خاطر اینکه اون 20 سال پیش از انقلاب و اگه شما برگردید بخونید، یا کسانی که اونو به یاد دارن و روایت کردن صحبت بکنید، وضعیت جامعه ما یک وضعیت به واقع مضحکی بود. از یک طرف اقتصاد داشت پیشرفت میکرد، فناوری، صنعت، فرآوردگرایی یا تولید داشت پیشرفت میکرد و خب نوید یک آینده خوبی رو میداد. میگفتن حالا جمهوری اسلامی دیگه، مثلا اون زمان میگفتن بخش جمهوری اسلامی حکومت ایران شاهنشاهی، میگفتن ژاپن نشه دیگه دست کم کره میشه دیگه، حتی از کره یه جورای جلوتر بود. و از یک طرف این نشانه‌های مثبت بود، از اون طرف وقتی میرفتی وارد دانشگاه‌های کشور میشدی که مغز اندیشه و در واقع پرورش اندیشمند و متخصص و اینها باید باشند، میدیدی که حتی گزارش های CIA هست، گزارش های نهادهای امنیتی کشور خارجی اروپایی و غیره هستن که میمدن مثلا میرفتن با دانشجوهای دانشگاه آریامهر یا دانشجوهای دانشگاه تهران صحبت میکردن، میگفتن آقا مثلا تحلیل شما از اوضاع چیه، اینا مینوشتن و تحلیل میکردن. که اگه بخونید بعضا گزارش های سازمان های امنیتی کشور خارجی CIA و غیره، نوشته آقا اینا خیلی هپروتن، این مملکت مهم نیستش که شاهش چیکار میکنه و چقدر نمیدونم نخست وزیر هویدا چقدر زحمت میشه روزی چند ساعت کنه، اینا مهم نیست. مهم اینه که این جمعیت خیلی هپروتن، به هیچ جایی نمیرسن، حتی بعضا میگن این نظام میپاشه، پیش بینی میکنن میگن میپاشه، کما اینکه خب پاشید. ببینیم این هپروت هایی که در واقع شکل گرفته در ذهن ایرانیا، میشه گفتش که چند دروغ، اونم یه دروغی که مثل
مثل کانوایی که در هم پیچیده شده باشه، در واقع گره هایی از دروغ هست، چندین دروغ که در هم تنیده شده. چند تا از این دروغ ها هستش که من میشکافم. یکی از این دروغ ها این هست که گویی ایرانیان باید وظیفه ملی خیشکاریشون اینه که برن ببینن در کجای دنیا کی به کی ظلم میکنه، بعد کجا دعوا و اینا هست، بعد ببینن کی ظالمه کی مظلومه، بپرن طرف مظلوم رو بگیرن. خب بعد تازه در این کار هم کسانی که عملا در عمل پیرو این هستن، در این کار هم یکسان و کانسیستنت عمل نمیکنن. یعنی خب مثلا به اینا میگی که مثلا طرف میاد میگه آقا من خودم مخالف جمهوری اسلامی ام، ولی این اسرائیل هم فلان فلانه ظالمه، نمیدونم تو غزه چه کرده فلان. خب باشه کرده، اصلا فرض کن اسرائیل در غزه ظلم کرده. شمای ایرانی، شمای جمهوری اسلامی که حکومت ایران بودی در دست کم در این چند دهه، شما برای چی پریدی وسط به اسرائیل اعلام جنگ دادی؟ اصلا ما فرض میکنیم که اسرائیل یا نتانیاهو اصلا ظالم، از هیتلر و پولپوت و نمیدونم استالین و اینا مجموعا رو همدیگه ظالمتر و آدم کشتر، اصلا داره نسل کشی میکنه. شما به عنوان ایرانی، شما به عنوان حکومت ایران برای چی پریدی تو این وسط؟ فقط چون که این طرف داشت به اون طرف ظلم میکرد. خب الان مگه مثلا به نظر خیلی شاید اکثریت مردم جهان روسیه هم داره تو اوکراین جاش زور میگه دیگه، اومده چند تا استان اوکراین گرفته و زورش هم بیشتره، از نظر نمیدونم پهپاد و نیرو هوایی هم قوی تره، بمباران میکنه فلان، بعضا غیر نظامی هم کشته میشه. خب الان حکومت بعدی مثلا اگه حکومت ملی در ایران بیاد روی کار، باید بیاد بره مثلا به روسیه اعلان جنگ بده به حمایت از مردم مظلوم اوکراین. یعنی خودتون خندن، اینو به خود بسیجیان ها بگید میخندن بهتون. خب کاری که جمهوری اسلامی و بخشی از مردم ایران که براش عملا حمایتش کردن کرده در این 3-4 دهه، همینقدر که من دارم میگم مضحکه ها، همینقدر دارم میگم مضحکه. فقط ما چون خو گرفتیم به این حماقت، برامون این حماقت دیگه عادی شده. اینقدر روز قدس دیدیم و نمیدونم این حرفا، برام عادی شده. وگرنه همین احمقانه است که مثلا ما بریم با یک کشور ابرقدرتی مثل روسیه خودمون رو در بندازیم، اعلان جنگ بدیم بهش که روسیه بیاد مثلا بمباران بکنه کشور ما رو، چون که ما میخوایم بریم ملت مظلوم اوکراین حمایت بکنیم. خب آقا اگه غزه‌ای ها یا فلسطینی ها انسانن، خب اوکراینی هم انسانن، جمعیتشون هم تازه بیشتره، میانگین بهره هوش و ایناشون هم از هر نظر بخوای حساب بکنی بیشتره. خب این از این که به نظرم یکی از حماقت‌های بسیار بزرگی که اصلا از پیش از انقلاب حتی یکی از گره‌های در واقع سیاست خارجی ما بود. یعنی حکومت شاه هر موضعی که می‌خواست در مورد مسائل ملی می‌خواست بگیره، فوری می‌اومدن میگفتن چرا طرف مظلومو نمیگیری، چرا نمیدونم طرف ظالمو گرفتی، چرا فلان، که انگار مثلا وزارت خارجه ایران و نمیدونم حکومت شاه وظیفه‌ش این بود که بیاد مثلا مظلومو تعیین کنه بعد بره این از. بعد یه بخش دیگری، یه حقیقت دیگری رو ما بپذیریم، یه بخشی از مردم ایران هستن که من نام اینها رو به زبون خودمونی گذاشتم تخم قادسیه. خیلی ساده بگیم. حالا به نسب و ایناش هم کار ندارم که آقا این رگ و ریشش مثلا میرسه به اون فاتحان قادسیه یا نمیرسه، نمیدونم چند نسل قبلش ایرانی بوده عرب، اصلا مونش کار ندارم. شاید اصلا اگر بری نسب شناسی و آزمایش ژنتیک بگیری، این شخص فرضی مثلا نسل از نسل کوروش کبیر باشه اصلا. خب به قول معروف ژن آریایی مثلا خالص داشته باشه، ناب داشته باشه، به اونش اصلا کار ندارم. از نظر فکری، اندیشگی و فرهنگی دارم میگم. بخشی از مردم ایران متاسفانه که خب در جمهوری اسلامی شاید بشیم دو اکثریت رو دارن، اینها به معنای دقیق واژه تخم قادسی هست. یعنی چی؟ یعنی اصلا به مفهوم ملت ایران به اون معنی که ما و اکثریت مردم ایران قائل هستیم قائل نیستند. یعنی اینا میگن اصلا اگه هر حکومتی سر کار بیاد در ایران، وظیفه اصلیش این نیستش که مثلا امنیت ایران تامین کنه، اقتصاد رو پیشرفت بده، فلان فلان، این چیزهایی که همه ما و مردم سالم جهان انتظار دارن. شما از یه برزیلی هم بپرسی آقا مثلا وظیفه حکومت برزیل چیه، خیشکاری حکومت برزیل چیه، میگه اول امنیت مرزهای ما رو تامین کنه، اقتصادمون رو فلان کنه، دیپلماسی برقرار کنه، منافع ملی ما رو تامین کنه. نه، اینا به نظرشون فلسطین یه بخشی از ملت ایرانه، چون تخم قادسی هن. اینها امت اسلامی میخوان، اینا اینجوری هن. و ما باید اینا بپذیریم که اینا وجود دارن، متاسفانه شناسنامه و گذرنامه ایرانی دارن و
به زبان ساده اینها رو در آینده ایران کانتین کنیم. یعنی میگن شما مثلا میگن یه عفونتی هست، باید اینو نمیتونیم از بین ببریش کامل، ولی باید محدودش کنی، در واقع بهش مهار یا افسار بزنی. مراقبش باشه که گسترش پیدا نکنه. بله، حکومت پهلوی دستگاه امنیتی منظورم از ساواک بگیرید تا بخش‌های دیگه، خب در این کار موفق عمل نکرد دیگه. اگر عمل کرده بود که اون فروپاشی و انقلاب 57 اینا رو نداشتیم. به معنای دقیق واژه ما باید این بخش تخم قادسیه کشورمون رو، ما باید همواره حواسمون باشه که افسار بزنیم به اینها و مهار بکنیم، چون اگر نکنیم میبینیم یهو وارد یک جنگی شدیم که اصلا مثل داستانه کافکا میمونه. نمیدونم دوستانی که داستانه کافکا رو میخونن، فضای داستانه کافکا خیلی ابسورده، خیلی پوچه و یه جوری هم پوچه هم مضحکه. مثلا یه شخصی از خواب بلند میشه، یهو میبینه که بدون اینکه مثلا خودش بدونه چیکار کرده مثلا درگیر یه دادگاهه. این داستان اینجوری داره، یا یکی از خواب بلند میشه میبینه سوسک شده مثلا. یه فضاهای اینجوری داره اونایی که داستان ادبیات کافکا رو. این الان به عنوان یه ایرانی چون نیک بنگریم، ما الان در این فضای داستان کافکا هستیم. یعنی وارد جنگ شدیم با یه کشوری که چند تا عدد به شما بگم که ببینید چقدر شرایط کافکایسکه به قول انگلیسی، یعنی کافکا گونه است. وارد یک جنگ شدیم با یک کشوری به نام اسرائیل که جمعیتش 9 میلیون 10 میلیون حدود است، یعنی تقریبا یک دهم کشور ایرانه. مساحتش هم که از یک دهم کمتره، فکر کنم یک بیستم و این حدود است. مساحت اسرائیل من چک میکردم تقریبا با استان همدان برابره. استان همدان جزو استان بزرگ ما نیست، جزو استان کوچیک ماست، بیشتر استانهای ایران. یعنی میگه بیش از نیمی از استانهای ایران از کشور اسرائیل بزرگتره. بعد اصلا مرزم نداره با ایرانیا، مرزم نداره، اصلا 2000 کیلومتر اون طرفتر هست. و بعد ادعای ارزی هم نداره، چون شما تندروترین مثلا صهیونیستی که دیگه بگید خیلی دیگه توسعه طلبه، مثلا میاد میگه که چه میدونم فلان جای سوریه رو میخوام بگیم یا یه تیکه از اردن رو میخوام بگیریم دیگه. خیلی دیگه بهشون تندروترین چیزی که بهشون چسبونده بودن میگفتن تا فرات رو میخوام بگیریم، نیل تا فرات. اونم دروغ بود البته، ولی حالا هیچ تندروترین یهودی هم نیومده گفته میخوام ایرانو بگیریم. بعد برای چی وارد یه جنگی شدیم؟ بعد از اون مضحک‌تر این که حتی جنگ هم نبود مثلا جنگ ایران و عراق که بگیم آقا چند سالی طول میکشه، یا جنگ مثلا اوکراین و روسیه. تو 3 روز جنگو باختیم. یعنی ما که نباختیم، جمهوری اسلامی، ما که اصلا در این جنگ نبودیم. یعنی جمهوری اسلامی وارد یک جنگ به کل بیهوده، به کل مضحک خودش و ایران رو کرد و در 3 روز هم باخت، اصلا عملا نجنگید. بعد سوالی که پیش میاد اینه که یعنی اما این سوال با حتی طرفداران جمهوری اسلامی هم حق دارن بپرسن که خب فلان فلان شده ها، شما که اصلا هیچ کمکی هم اولا که اصلا نیازی نبود شما وارد این جنگ بشید. حالا حتی اگرم چون مثلا منافع ملی ما در این نبود، ولی حتی اگرم شما تخم قادسیه باشید و باور کنید که مثلا ما باید دنبال امت اسلامی باشیم، دنبال چی میگن منافع ملی نباید باشیم، دنبال منافع امت اسلامی باید باشیم. خب یعنی به قول معروف، به قول خودمون، یا قزه باز باشید. من این اسم این افراد رو هم گذاشتم قزه باز. خب اگه شما یه قزه باز تخم قادسی هم باشید، میتونید باز دوباره برید یقه آقای گریبان، آقای خامنه‌ای و سرداران سپاه رو بگیرید، بگید آقا شما که غزه رو که شخم زد اسرائیل، حالا اصلا بگیم ظلم کرد یا هرچی، شخم زد، شما که هیچ کمکی نتونستید به اون بکنید، 1 متر از غزه هم نتونستید نگه دارید برای مردم غزه. لبنان هم که وارد جنگ کرد، اصلا لبنان وارد جنگ نبود، در حال نبود وارد جنگ بشه. لبنان هم خودتون وارد جنگ کردید و اونجا هم دوباره شخم زد، هیچ کمکی نتونستید بکنید. و الان که تو پایتخت خودتون شلوارتون رو شما نمیتونید بالا بکشید، با این توان نظامی وارد شدید در یه جنگی که محکوم به شکست بودید که چی بشه؟ یعنی حتی منافع امت اسلامی رو هم که نتونستید تامین کنید. شیوان این جان، ورشکست همینجاست که که همه آدم جانبه است. این پرسش اساسی رو باید مطرح کنه که به نظر میاد علی خامنه‌ای خودشیفتگی پیدا کرده بوده در اثر خود شیرین کنایی که دور و برش بودن و گزارشایی که بهش میدادن، با قلو و گزافه‌گویی بسیار درباره قدرت نظامی که الان حکومت داره. ام. اینها چون 3 تا قیام مردمی رو آبان 98، پیش از اون دیمای 96، باز پس از اون 1401 رو سرکوب کردن، جمع کردن و یه سری موشک تست میکردن، موشک میساختن، بعضی موشک ها رو می آوردن. این تصور رو بهش دادن که تو یک جنگ مستقیم با اسرائیل اینا دست بالا رو دارن و خامنه‌ای فریب نزدیکانش رو به نظر من خورد. تمام این سردارای دزد راندخوری که میرفتن گزارش میدادن،
بابت بودجه‌های کلانی که میگرفتن ادعاهای بزرگ میکردن. بله. اینکه خامنه ای میشست میگفت که ما اگه بخوام این کارو میکنیم اله میکنیم بله میکنیم، واقعا این گونه فکر میکرد. یعنی فکر میکرد که الان اینا اسرائیل رو با 400 تا موشک 500 تا موشک زمینگیر میکنن. فکر میکرد که گنبد آهنین کارایی نداره. فکر میکرد که هواپیماهایی که دارن و رادار و ضد هوایی طوری است که تمام جنگنده های اسرائیل تو هوا میزنه. و فکر میکرد همچنان که سربازان گمنام امام زمان در مورد جاسوسی از مردم و کنترل مردم در خیزش های گذشته نشون دادن که واردن در نبرد اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی با موساد هم دست بالا رو پیدا میکنن. خوب یعنی بگید. یک سری توهم توی همدیگه قرار گرفت دقیقا. که باعث شد این آدم بعد از 7 اکتبر و بعد صادق یک و صادق دو بعد صادق یک و دو هر گام که رفت عقب متوجه شد که چگونه یه عده‌ای به این مزخرف گفتن و این باور کرده. شب اول حمله که یه دفعه سران سپاه و تشکیلات امنیتی رو نابود کردن و بعد جانشینان اونا رو هم حتی زدن، تازه خامنه‌ای متوجه شد که نه، نمیتونه مثل نتانیاهو بلند شه بره سر ساختمانایی که بمب خورده، بلند شه تو خیابون بیاد با خبرنگارا صحبت بکنه و میره تو سوراخ. اصلا نه به عنوان یه ایرانی که دلش سوخته که چرا کار کشور به اینجا کشید مثل من و تو. اصلا یه نفر که تا الان هوادار حکومت بوده همچنان که گفتی از اینا بپرسه شما زورتون نمیرسید. اصلا فرض کنیم انقدر شما احمقین که مدعی همه جهانید، حالا به مظلومان مسلمانان چین که دولت چین پدرشون رو در آورده کاری نداریم، رواندایی که 2 تا قبیله یه قبیله 200,000 تا از اونها میکشن کاری نداریم. فرض کنیم که مردم غزه تخم طلا گذاشتند و شما به اینا بسیار اعتبار میدین. چرا وارد جنگی میشین که فقط ذلت و حقارت برای همه میاره؟ چرا این کارو میکنید؟ نتیجه کار شما اگر که منتهی میشه که دستگاه پدافند ایران میخوره، اگر رادارهای ایران S-300 S-400 از میان میره، اگر تأسیسات موشکی ایران زده میشه، فرض کنیم که امریکا و اسرائیل جریان رو تا تغییر رژیم ادامه ندادن، شما رو رها کردن، گفتن خیلی خوب دیگه حالا اتمیتون زدیم شما رها. اگر فردا آقای علیف بخواد وارد اون مملکت بشه، کی میخواد دفاع کنه؟ دقیقا. نیرو هوایی هم که ندارید، پدافند هم خب که زدین ندارید. دیگه، خودتون باعثش شدین. شما نیروتون برای اینکه یک ابلهی مثل علیف رو بزنه تو دهنش کافی بود پیش از این نبرد. برای طالبان خودتون، کافی بود شاید. بله دقیقا خودتون نابود کردین جریان رو. من تنها چیز مثبتی که تا الان دیدم این است که خوشبختانه ارتش وارد جریان نشده، وارد نبرد نشده به اون صورت. اسرائیل هم مقاصد ارتشی رو نزده، در نتیجه یه ولی تعداد چرا زده، یه مقدار کمی رو زده. هم زده درسته، ولی ولی شما ممکنه بیشتر از این هم ناچار بشه یا جنگ آره بالا الان بگیره بزنه. الان مثلا شما ببینید لشکر زرهی قزوین، لشکر زرهی اهواز، لشکر پیاده تهران، لشکر خراسان، اینها حمله بهش نشده. من نگرانیم برای جنگ بعدی نیست، من نگرانیم این است که تو شرایطی اگر که حتی جمهوری اسلامی بیفته و بعد اتفاقاتی در کشور بخواد بیفته که نیاز به برقراری امنیت ملی باشه برای حفظ تمامیت کشور، شما نیاز به توپ و تانک داری، شما نیاز به ارتش هوا نیروز داری. خوشبختانه این بخش آسیبی چندانی ندیده. ولی میخوام بگم که به جای اینکه هوادارهای جمهوری اسلامی بگن ایشالله گربه است، یک کم از اون مغز فندقیشون بهره بگیرن. البته اگر رو سودجویی با جمهوری اسلامی هن چیز دیگه است، و اگه هنوز اینقدر ابله هستند که هواداری از جمهوری اسلامیشون بدون هیچ نون و پله است و فقط دارن به خاطر حماقت همراهی میکنن، چرا شما بری همچی کاری بکنی که الان به این فضاحت بیفتی؟ خب حالا اینو من میشکافم این نقطه. ببین این ترکیبی از حالا بهره هوشی پایین و این حرفا خب بماند، نادانی و بیسوادی در به ویژه در امور استراتژیک و نظامی. یعنی من الان تعجب نمیکنه اگر از آقای خامنه ای بپرسی که خودش رو رهبر فرمانده قوا میدونه، کشورش رو وارد جنگ کرده، تو این جنگ هم نه نیروی هوایی یعنی هواپیمای جنگنده درست حسابی داره، نه پدافند درست حسابی، نه پدافند زمین پایه درست حسابی داره. عملا فقط موشک داشته دیگه که اونم حالا داره از دست میره. اگه از این آدم بپرسید آقا مثلا موشک کروز با موشک بالیستیک فرقش چیه؟ به نظر فیزیکی اینا چه با کدوم قوانین فیزیک کار میکنن؟
موشک بالیستیک مثلا سوپرسونیک و هایپرسونیک فرقشون چیه؟ این هم باز نمیدونه. شما در طرف مقابل مثلا آقای نتانیاهو، اصلا شما بگو آقای جنایتکار هر چی بدت میاد اصلا ما کاری نداریم، هر چی که هست، این آدم در جوونیش یکی از فرماندهان گروه ویژه کماندوهای اسرائیل بوده به نام سایرات متکال. برید اینو سرچ کنید، سایرات متکال. برادر بزرگترش، اینها یک هواپیمایی که در اوگاندا یعنی دزدیده بودن، در اوگاندا نشونده بودن زمان ایدی امین، اینو برید فیلمش هم ساختن تو فلسطینیا یوتیوب. دزدیده بودن بعد. فلسطینیا دزدیده بودن، برده بودن هواپیما رو تو اوگاندا نشونده بودن با ایدی امین، دیکتاتور اون زمان، دیکتاتور آدمخوار اون زمان اوگاندا، هماهنگ کرده بودن اونجا. و این نزدیک 200 اندی نفر، 100 اندی نفر، حدود 200 نفر مسافرانی که بیشترشون هم اسرائیلی بودن، اینا اونجا گیر کردن، مورد گروگان بودن و یه بحران بین المللی شده بود این دهه 70 میلادی. برادر بزرگ نتانیاهو رهبر گروه کماندوهایی بودش که بودن که رفتن در فاصله چند هزار کیلومتر از اسرائیل، در عمق اوگاندا، در پایتخت اوگاندا، مسافرای این هواپیما رو آزاد کردن. مثلا واقعا در حد فیلم هالیوودیه، بعداً هم فیلم شد. مسافرا رو آزاد کردن، برگردوندن به اسرائیل سالم، هیچ کس کشته نشد بجز، اگه اشتباه نکنم، بجز فقط یک نفر، اونم برادر آقای نتانیاهو بود که مثلا البته جزء گروگانگیرا رو کشتن، گروگانگیرا رو کشتن. ایرانگیرا رو کشتن، ولی از مسافرها همه سالم موندن. فقط تنها در واقع به قول جمهوری اسلامی تنها شهیدی که دادن برادر بزرگ آقای نتانیاهو بود که خب قهرمان ملی است، بله، خودش هم در فکر این کار بود. به میکنم هر حال منظورم فیلمش اینه هم، که فکر کنم فیلم سینماییش هم ساخته شد اگه اشتباه بله نکنم، بله، نامش بود فرودگاه انتبه، که فرودگاه همون انتبه پایتخت فرودگاه در اوگاندا. بله، اوگاندا بود. شما بله. حساب کنید یعنی منظوری از چنین خانواده میاد، خودش هم جزو همون گروه کماندوها بوده، یعنی تازه به تنهایی نمیشینه تصمیم بگیره. یک در واقع هیئتی از ژنرالای متخصص میشینن بهش مشاوره میدن. از اون طرف مثلا همون زمانی که برادر بزرگ آقای نتانیاهو و آقای نتانیاهو تو ارتش اسرائیل مثلا جزو کماندوهای سرات متکال بودن، مثلا سید علی خامنه‌ای خب در حوزه علمیه چیکار کرده؟ توی بشکه بوده، بشکه نوردی میکرده، چیکار میکرده؟ دانش نظامی نداره که. بعد یک سری سرداران هپروتی، کودن، که از چهره هاشون مشخصه. ببینید از چهره های شما، چهره های سرداران سپاه که نگاه کنید، از میانگین مردم حتی روستایی ایران میبینید که کودنی، پپگی از سر و روشون میریزه، زری پوشی پایین، بعدن زیر 70 80 از سر و روشون میریزه. بسیاری از اینها اگر توی یک جامعه سالم مثلا ایران پیش از انقلاب یا مثلا اروپا آمریکا زندگی میکردم، زری پوش زیر 70 که میدونید عقب مونده حساب میشه. یعنی بودن حساب میشه. بله. این نیازهای ویژه داره، مثلا ممکنه که حتی اختیار نداشته باشه یه ملک معامله کنه، بگن آقا باید قیم داشته باشه. بسیاری از اینها واقعا در این حد هستند. با این کودنا میشستن براش میگفتن آقا نمیدونم سوپرسونیک ساختیم، ان ساختیم، فلان ساختیم، فلان، که ویدیوهاش هم هست دیگه. بعد خب این ترکیب اینها همین به جای انجامید که فضاحت تا کجا رفت. فضاحت تا اینجا رفت که جمهوری اسلامی ادعا میکرد که پدرخوانده یا گادفادر محور مقاومته. خب محور مقاومت هم چند تا پایه داشت دیگه، یکی در حماس بود، یکی لبنان چیز بود، حزب الله لبنان، در لبنان بود، یکی اسد بود، یکی هوتیا هم یمن، بودن. مم. حوثی‌های یمن بودن. شما اگه همه اینا الان درگیر جنگ شدن یا نابود شدن یا به هر حال درگیر شدن یا در شرف نابودی ان، بین اینا بررسی بکنید ببینید اونی که از همه کوچیک‌تر بود، جای کوچیک‌تری داشت و ضعیف‌تر بود، پول و اسلحه کمتری داشت، که حماس باشه، از همه بیشتر مقاومت کرد. یعنی شما حماس جنایتکار بودن شما همه شک نداریم، ولی انصافا در جنگیدن خیلی خوب جنگیدن. ببینید الان 1 سال و نیم، نزدیک 2 سال داره میشه اسرائیل توی یه گله جا اینا رو نتونسته کامل نابود کنه. بله سپر انسانی هم استفاده کردن، جنایتکار هم هستن، در این شکی نیست، ولی دست کم پفکی نبودن. در مرحله بعد اگه بخوایم ببینیم از جنگاوری، حوثی‌ها هم با وجودی که خیلی فقیرن، خیلی دورن از اسرائیل و اسلحه آنچنانی ندارن، اونا هم تا حد خوب جنگیدن. جنایتکار و اینا هم هستن، اون کاری نداره. یعنی به سادگی از بین نرفتن. اینجوری نبود که مثل ببر کاغذی باشن. چندین بار آمریکا حتی بریتانیا، اسرائیل بمبارانشون کرده، هنوز کامل از هم شیرازشون از هم نپاشیده. بعد از اون حزب الله بود که اونام تا حدودی پفکی بودن، ولی نیمه پفکی بودن دست کم، چون یه مقاومت چند هفته‌ای کردن اینها مم. تا اینکه بالاخره
پیجرا بود و بعدم رهبرشون از بین رفت، اون اصلا نصرالله. سلسله مراتبشون به هم ریخت، چون زدن چند با صد این نفر وجود از جمهور. بهتر از سپاه مقاومت کردن. بعد بله. اسد هم یه دو سه هفته مقاومت کرد. مم. از همه پفکی‌تر اونی بود که ادعا کرد پدرخوانده همه ایناست، یعنی تو خود تهران. یعنی محور مقاومت به قول انگلیسی زبون میگن سافت بلی، یعنی اون بخش نرم ارجونبری که اگه به وجود نیزه رو بهش بزنی، بخش نرم و نقطه ضعف محور مقاومت در غزه و بیروت و دمشق و نمیدونم صنعا نبود، در تهران بود. خب اینم من اضافه بکنم، یک چیزی من میشنوم حالا از طرفداران جمهوری اسلامی که هیچ، بعضا حتی از مخالفان جمهوری اسلامی، آدمای وسط باز، عوام تحصیل کرده ای که میخوان با وسط بازی، بی غیرتی، بی آری و بی مسئولیتی خودشون رو توجیه بکنن، میگن که اسرائیل به ما تجاوز کرد، فلان کرد، حمله کرد. خب اسرائیل که دور تا دورش یه مش مسلمان و عرب و این حرفا هستن، دشمنشن، به اندازه کافی، به اندازه 100 سال آینده دشمن داره. کلا این کشوری 80 سال تشکیل شده، همش دور تا دورش دشمن بودن، در حال جنگ بودن. بیکار بوده که بیاد با ایرانیا. آقا جمهوری اسلامی این جنگ رو آغاز کرد. ببینید الان من یه ویدئویی هستش که اینم پخش میکنم. ویدیو اینجوریه که آقای خامنه ای وایساده به عنوان فرمانده کل قوا، سپاه و ارتش دارن جلوش رژه میرن با تمام تجهیزات نظامی، و این اون مارش نظامیه که سربازایی که دارن رژه میرن پا میکوبن میخونن. براتون میذارم گوش کنید. خب اینو که مجبورم، ما فاتح قدسیم و ویرانگر حیفا. اینو جلوی رهبر دارم میکنم، مال همین چند سال پیشه، مال همین دو سه سال پیشه. بله بله. در راه فتح فلسطین، در جنگ دشمن بیدین. کرمان خب جان، یه حالا مطلب اینو دیگری اینو که میخوام بگم که این جنگ رو جمهوری اسلامی آغاز کرده، هیچ توجیهی هم نداره. شما چه طرفدار جمهوری اسلامی باشید، چه مخالفش باشید، چه نمیدونم اصلاح طلب باشید، فرق نمیکنه. این جنگ رو جمهوری اسلامی آغاز کرده و حتی میبینید که با وجود اینکه نابودی اسرائیل رو هدف خودش اعلام کرده جمهوری اسلامی از دهه ها پیش، و جلوی رهبرم میرفتن میگفتن ما فاتح قدسیم و ویرانگر حیفا. با این وجود تا زمانی که جمهوری اسلامی حمله مستقیم از درون خاک ایران به اسرائیل نکرد، اسرائیل حمله آشکار نکرد، میومد در ایران کارهای خرابکاری، سبوتاژ، نمیدونم اینا بکنه، یا حتی شاید از نظر حمله هوایی و پهپادی هم انجام میداد، ولی علنا دست کم اعلام نمیکرد، حرمت رو نمیشکوند به قول معروف. تاریخو اگر مرور کنید، تاریخ همین 1 سال و نیم اخیر، نه تاریخ 100 سال، اگر مرور بکنید ببینید نخستین باری که از خاک لبنان، از خاک نمیدونم سوریه، از خاک غزه بسیار به اسرائیل حمله میشد، موشک میزدن، فلان میزدن، گنبد آهنی میومد جلوشو میگرفت، غیره، کشتن بعضی اوقات میداد. نزدیک به 1 سال پس از 7 اکتبر، تا 1 سال پس از 7 اکتبر، 100,000 نفر از مردم اسرائیل بی خانمان بودن، یعنی از خانه هاشون منطقه شمال اسرائیل، در حالی که اسرائیل در جنوب خودش، در غزه، در مرز غزه درگیر جنگ بود، 100,000 نفر از شمال بی خانمان بودن به خاطر موشک پرانی‌های حزب الله. با این وجود اسرائیل به ایران حمله نکرد، نه به خاطر اینکه حالا لزوما انسان‌های خوبی هستن یا عاشق چشم و ابرو ایرانیان، به خاطر اینکه خب عقل دارن، میدونن که الکی نباید وارد جنگ بشی، وارد جنگ الملل بشی. کی به ایران حمله کرد؟ نخستین باری که اسرائیل آشکارا به ایران حمله کرد کی بود؟ زمانی بود که از درون خاک ایران برای نخستین بار چند صد تا موشک و پهپاد چلی کردن به سمت اسرائیل. کی بود؟ فروردین پارسال، یعنی 1 سال و 3 ماه پیش. و بعد از اونم تازه نخستین جوابی که داد، یعنی اون وعده صادقه یک رو که اجرا کردن، پاسخ اسرائیل چی بود؟ یک دونه رادار S-300 رو زد، یعنی یه هشدار، فقط بیشتر از اونم بیگمان میتونست بزنه. حمله وعده صادقه دو رو که زدن خیلی شدیدتر پاسخ داد دیگه، بعد از اونم که دیگه دیدیم چیکار کردن. بعد وعده صادقه یکو که ببینید یه رد لاین، یه خط قرمز بسیار بزرگی که حتی خمینی هم رد نکرده بود، حتی خود خامنه‌ای هم 30 سال نخست حکومتش رد نکرده بود، که از درون خاک ایران نه یکی نه دوتا، 300 تا موشک بزنن به یک کشور دیگر، و بعد تازه هورا هم بکشن و کف بزنن و بگن خیلی ماشاءالله داره، از این حرفا. بله. چرا این کار کردن؟ فقط به خاطر اینکه اومده بود اسرائیل سف... نمیدونم مرکز سپاه قدس رو
در سوریه زده بود. خب آقا اگه تو عقل داشتی از همون سوریه پاسخشو میدادی، از لبنان پاسخشو میدادی، نه اینکه بیای از درون خاک ایران. خب نتیجهش همین میشه دیگه. ببخشید من کاملا. زیاده گویی کردم. فکر میکنم شربان توی حدود 10 دقیقه‌ای که از زمان باقی مونده بریم سراغ این مطلبی که به نظرم خیلی مهمه، ام. کم سخن رفته دربارش، و اون این است که الان این شرایط پیش اومده. ما امروز اینجا ایستادیم، تأثیری نمیتونیم داشته باشیم در تصمیم پرزیدنت ترامپ یا نتانیاهو یا هر کی. و نتانیاهو و یا حتی علی خامنه ای. بنابراین اون چیزی که الان پیش آمده خارج از قدرت ما بوده و این چیزی که تو چند روز آینده هم رخ بده بازم به طور مستقیم دور از قدرت ماست. اما چگونه می شود شرایط بسیار اسفبار رو ازش یه دریچه امیدی باز کرد و از تهدیدی که یک کشور دچارش شده به خاطر یک رژیم عقب مانده و حملات بیرونی، اینو تبدیلش کنیم به یه فرصت برای اینکه حالا از آنچه که پیش آمده بهره بگیریم، بشود که به صورت یک نقطه عطف به این قضیه نگاه کنیم و رأسویی که میخوام بریم و تغییر بدیم. ام. خب صحبت زیاد میشه که بله میان و بعد یک حکومت انتقالی خواهد بود و یه رفراندوم میشه، همه پرسی میشه و اینجوری میشه و اونجوری میشه. خب اینا کلی گویایی است که دو چیز بدی هم نیست. خب بله باید همه پرسی بشه، مردم بگن چی میخوان. ولی آن چیزی که واقعیت‌های عینی جامعه ایران نشون میده، اون چیزی که حقایق ملموس کف خیابان نشان میده، این است که این کشور من و شما ایران، بیش از این که نیازمند الان احزاب آزاد و عرض کنم خدمت رقابت‌های حزبی و الزاماً روزنامه هایی که مقالات تند و تیز بنویسن و مبانی دموکراسی و لایسیته یا سکولاریسم رو مثلا بیان شرح بدن، نیازمند یک فاز توسعه ضربتی و نفسگیره که همراه بتونه. امنیت و اقتدار. همراه امنیت و بله اقتدار. بله، در کنار اقتدار یه دولت ملی، برای اینکه یک بدون کشور آسیب نمیبینه، خدشه‌دار نمیشه، امنیتش، استقلالش، یک پارچگی ملیش. و بعد ما 47 سال عقب افتادگی داریم. عقب افتادگی اگه از خودمون هم نباشه، از منطقه، از جهان، از همسایگانمون هست. شما 47 سال پیش ایران رو با ترکیه مقایسه بکن، امروز مقایسه بکن. 47 سال پیش ایران رو با امارات مقایسه بکن، امروز مقایسه بکن. نگو امروز تو تهران فلان برج رو ساختن، فلان پاساژ رو ساختن، به به چقدر زیباست. اینا نشانه توسعه نیست. توسعه هنگامی است که ایرانی برای کار مجبور نشه خودش رو به هر جایی برسونه که بخواد مثلا عملگی و فعلگی کنه. شما امروز پاکستان و هند دو تا کشور صاحب بمب و اتمن، هر دوشون سر و دست میشکنن مردمش برای اینکه بیان در امارات یا سعودی یا کویت کارگری کنن. الان اقتدار یک کشور به یک مدیریت منطقی، ملیگرایانه، متمدنانه و خردمندانشه. دوم به نیروی انسانی که اون کشور داره و اینکه چگونه میتونه از اون نیروی انسانی بهره بگیره با توجه به منابعی که در کشور داره، یک اقتصاد شکوفا داشته باشه، کشور دچار ساخت و سازش خیلی چشمگیری بشه، زیر ساختا اگر ضعیف قوی بشه، اگر کهنه است نو بشه، و همچنین رفاه چیزی که همه ملت ایران فارغ از اینکه مذهبی غیر مذهبی روستایی شهریه براش واقعا آه میکشن. این چیزی است که کشور احتیاج داره. برای این شما باید اسبتو زین کنی با حکومتی که با دم و دستگاهی که با نظامی که به دنبال فراهم کردن یه توسعه و یک توسعه گسترده در همه بخش‌های اقتصادی و صنعتی و کشاورزی کشور، همراه با سیاست‌های مدبرانه ایرانگرایانه است. و اینو ما باید بکشیم، از دل این در بیاریم. یعنی از این از فتیش، به قول معروف این از فتیش دموکراسی خیلی واجب تره. اینکه کشور دچار حمله خارجی نشه، دچار جنگ داخلی نباشه، امنیت داشته باشه، یک رفاه و اقتصاد رو به پیشرفت و ثباتی داشته باشه. این از اون چیزی که من نامش رو گذاشتم فتیش
دموکراسی که بخش بزرگی از متاسفانه اپوزیسیون جمهوری اسلامی که کلا اصلا ملت ایران رو به رسمیت نمیشناسه که حالا بخواد درباره منافع ملی نظر بده، بخشی از اپوزیسیون متاسفانه دچار فتیش دموکراسی هستن به نظر من. نمیگم دموکراسی چیز بدیه ها، اتفاقا دموکراسی میتونه خودش ثبات بخش باشه، خیلی هم خوبه، ولی اولا هدف نیست، درست. دوم این اکسیری نیستش که دومی که اکسیری نیست که دوای همه دردها باشه. مثلا کشور اگه جنگ داخلی باشه شما چجوری میخوای بیای دموکراسی برقرار بکنی؟ اگه درگیر جنگ باشه چجوری میخوای بیای دموکراسی برقرار بکنی؟ اگه مردم گرسنه باشن مثل دوران پیش از رضا شاه، چجوری میخوای دموکراسی برقرار بکنی؟ اصلا برقرار بکنی به آشوب بیشتر میانجامه، به فساد بیشتر میانجامه. اگر فرهنگ کشور بر پایه رشوه خواری و تولید نکردن و مفتخواری و فساد باشه، مثل خیلی از کشورهای آمریکای مرکزی، مثل همین افغانستان بیخ گوش خودمون، خیلی کشورهای دیگه، اگر چنین فرهنگی حاکم باشه و شما هیچ برنامه یا هیچ تلاشی برای بهبود این فرهنگ، اصلاح این فرهنگ انجام نداشته باشی، دموکراسی اتفاقا بدتر میکنه، مردم رو گرسنه‌تر میکنه. اینه که به نظر من این فتیش دموکراسی، حالا الان که جمهوری اسلامی هم به خصوص فرو پاشیده، به نظر من این فتیش دموکراسی میتونه برای آینده ایران دردسرزا باشه. ما باید نه اینکه دشمن دموکراسی باشیم، بلکه باید حواسمون باشه که پیش نیازها، بنیادهای دموکراسی چی هست. جالب شعر هنگامی که گفتی برخی از اپوزیسیون فتیش دموکراسی برداشتن، اگه دقت کنی، چون خب به هر حال ما معاشرت میکنیم، با افراد صحبت میکنیم، مطالبی ازشون میشنویم یا میخونیم، اگه دقت کنی کسانی که ایران رو نمیشناسند، ایران شناسی کار نکردند، روی این فتش دموکراسی خیلی خیلی شدیدتر و غلیظتر از بقیه هست. یعنی اصلا به دموکراسی پرستی افتادن به عنوانی که یه ابزاری که خیلی جا به کار میاد، بعضی وقتا هم کار نمیکنه. به جای که اینجوری بهش نگاه کنن، اولا هدف میدونن و بعد هدف مقدس و متعالی میدونن. و وقتی نگاه میکنی با طرف صحبت میکنی، مثلا بعد از 5 دقیقه ببینی این اصلا نمیدونه از نظر ترتیب زمانی ساسانیان اول بودن یا سامانیان. اصلا من دو تا چیز پرت گفتم، یکی پیش از اسلام یکی پس از اسلام. وقتی مقدار صحبت میکنیم میبینی اسم 15 تا استان کشور رو نمیتونه با مراکزش نامشون رو بیاره. آره، اینه تو که اپوزیسیون زیاده اونایی که فاند میگیرن، بعضا دقیقا همین پروفایل رو دارن و همین. دقیقاً. و دموکراسی، روزه دموکراسی خوندن خوبیش برای اونها اینه که نیاز به سواد نداره. یعنی یه چیزی هم هست که معمولا کسی هم نمیاد باشون چالشی ایجاد بکنه، میگه خب دقیقا نیروهای گلوبالیست هم خوب پول میدن براش، اونا هم یه خوب خورده پول حالا میدن، بعدم قومگرایی جلو. هم توش قاطی کنن که دیگه دقیقاً. بهتر. دل 4 تا خارجی هم که اینو عنوان بکنن، طرف که مخالفتی نداره میگه خب آره درست میگی. مطلب این است که ما نباید فراموش نکنیم، نباید فراموش کنیم که اصلا مقصد کجاست. مقصد یک کشور آباد، توسعه یافته، متمدن، خردمند، رو به جلوه، که مردمش شاد باشن، مردمش احساس خوشبختی کنن، درش داد برقرار باشه، هر سال از سال پیش تولید ناخالص ملیش بالاتر بره، معضلات اجتماعیش به مرور رقیق بشه و حل بشه، از نظر فرهنگی 4 تا نیروی انسانی داشته باشه که بتونن حرف درست بزنن، مقاله درست بنویسن، از نظر علمی بتونه یه جای درست حسابی در جهان برای خودش دست و پا کنه. ما یه همچین چیزی میخوایم. وگرنه الان بزرگترین دموکراسی جهان، شما از هر کی بپرسی میگه هنده، چون 1 میلیارد جمعیت داره، بشن بزرگترین دموکراسی جهان. اینقدر تازه هم دموکراتیکه، اینقدر هم دموکراتیکه، یعنی پشت هم همینجوری کنگره داره، مجلس داره، کنگره داره، مجلس داره، برای هر چیزی انتخابات هم داره. ولی در این حال فاسدترین کشور جهان هم هست، یکی از 10 کشور فاسد جهانه. حالا از اون بدتر پاکستان هم دموکراتیکه. بله. بله. پاکستان هم دموکراتیکه. پاکستان هم دموکراتیکه. منظور این است که حالا یکی میاد میگه خب آقا اینجوری که میگین شما، خب مثلا نروژ هم دموکراتیکه. خب بله نروژ هم دموکراتیکه، ما نمیگیم دموکراتیک بده، ما میگیم الزاما خوب نیست، و الزاما پیش خوب. نیاز داره و پیش نیاز داره. بله. و بعدم یه پروسس، یه فراینده. شما باید نگاه کنی ببینی آقا الان به تو میگن که ایران چه شکلی میخوای، باید ایرانی که میخوای ترسیم کنی. وقتی میگی ایران دموکراتیکی معنا نداره، باید بگی هدف چیست، اون تهش چیه. امروز شما از ایرانی جماعت بپرسی آقا توی 500 سال گذشته برترین شخصیت سیاسی ایران کی بوده، اکثریت بالایی به شما خواهند گفت رضا شاه. رضا شاه، شما میتونی بگی
کارآمد بوده، میتونی بگی که وطن پرست بوده، مدیر قابلی بوده، سخت‌کوش بوده، وعده نمیداده، عملگرا بوده، هزار تا چیز میتونی بگی. ولی نمیتونی بگی رضا شاه دموکرات بوده دیگه. این به رضا شاه نمیچسبه. این که مردم بدونی که غیر مستقیم ابراز بکنن محبوب ترین شخصیت 4-5 سده گذشته ایران رو رضا شاهی که میدونن، که اتفاقا با هیچ چسب و سریشی اونو نمیشه بعد به دموکراسی چسبون، نشون میده مردم آن چیزی که در ذهنشون بزرگترین دغدغه هست دموکراسی نیست، بلکه توسعه هست. دست کم امنیت. در ناخودآگاهشون، دست کم در بله، ناخودآگاه. دقیقا. ولی خب بخش عوام تحصیل کرده، چون این حالا بحث درازه، در اپیزود دیگری باید بپردازیم. عوام تحصیل کرده چون عملا دهنشون به دهن گلوبالیستاست، چه درون کشور، درون ایران باشن، چه خارج از ایران باشن، هدف اصلیشون اصلا حتی این نیست که من دنبال یه چیزی برم که مملکتم و برای آینده فرزندانم یه چیز جامعه ساخته بشه، کشور درست حسابی ساخته بشه. هدفشون اینه که ولیدیشن یا اعتبار بگیرن، به زبان ساده آدم حساب بشن از سوی عوام تحصیل کرده غربی. من اینو دقت کردم، ایرانیان تحصیل کرده، عوام تحصیل کرده که بلند میشن میان در غرب، مهم اصلا این نیستش که اون موضعی که میگیرن، اون نظری که دارن درباره هرچی اقتصاد باشه، سیاست باشه، نمیدونم گرمایش جهانی باشه، گلوبال وارمینگ، هرچی، مهم این نیستش که اون به سود ایران، به سود نمیدونم همون کشوری آمریکایی که در زندگی میکنن. نه، مهم اینه که یه چیزی بگن که اون عوام تحصیل کرده غربی هم بگن اینم آدمه، این از یه کشور جهان سوم نیومده، یعنی عقده حقارتشون رو ارضا کنن. همین. در نتیجه میفتن دنبال روی همون چیزایی که دنبال روی توتیوار همون چیزایی میشن که ووک های غربی مثلا میگن. درست، دقیقا، کاملا. یکیش هم دموکراسی. من خب فکر میکنم زمان به بله. پایان رسید، هرچند سخنان به پایان نرسید. بله حتما. ما فکر کنم باید یه اپیزود دیگری داشته باشیم. حتما، حتما در آینده نزدیک، تو یکی دو روز آینده این کار رو خواهیم کرد حتما. و امیدواریم که آنچه که داره میگذره به سود ملت ایران به پایان برسه، به صلاح ایران باشه و از فرصت به دست اومده حداکثر بهره وری بشه و یک بار برای همیشه پس از نزدیک 5 دهه بدبختی و سیاهی در و دروازه های روشنایی رو به ایران باز بشه و دوباره باز بر نگردیم به فاز 3 ماه پیش و 6 ماه پیش و کاسه چه کنم دست بگیریم که چه کار باید کرد. اتفاقی است که افتاده، باید حد اکثر بهره رو ازش گرفت. شربان جان، شما سخن آخر. من همین فقط عرض بکنم که به نظر من میشه گفتش که ابلهترین بخش از ایرانیان اون کسانی هستن که میان تا صحبت میکنی که آقا از این فرصت چه استفاده بکنیم، مملکتمون رو از نابودیش پیشگیری بکنیم، جلو آینده رو بسازیم، میان فوری یقتو میگیرن که شما الان منتظر یک کشور خارجی حمله کنه، از حمله خارجی ای وطن فروش منتظر از حمله خارجی بشه، بیای مثلا از فرصت استفاده کنی، قدرت بگیری و از اینجور مزخرفاتی که میگن. اینا به معنای دقیق واژه 3 تا سور زدن به درازگوش. خب هر کسی میفهمه که نه من، نه شما، نه اصلا کل اپوزیسیون تأثیری در این ماجرا که نداشته، که این جنگ و جمهوری اسلامی واردش شده، بر خودش و بر مردم ایران تحمیل کرده و تازه برای اونم صحبت کردیم که برای اونم مثلا تدارکات درست حسابی هم نداشته و مفتضحانه شکست خورده. خب این درست. حالا این همین، ما چه بخوایم چه نخوایم، چه برای بشینیم برای نتانیاهو سوت و کف بزنیم و تشویقش بکنیم، چه از صبح تا شب بهش فوش بدیم، دشنام بدیم. این همینه، این به هر حال این واقعیته. در زندگی یه سری چیزا از کنترل شما خارجه. مثلا جنگ جهانی ممکنه بشه اصلا فراتر از اون دیگه بر یک تعداد زیادی کشورها تحمیل بشه. شما به عنوان یه انسان در زندگی شخصی همینه، به عنوان یه انسان، به عنوان یه ایرانی، اگه میهن پرستی، باید ببینی که خب حالا الان که پیش اومده من چجوری میتونم از زیان بیشتر جلوگیری کنم، در درجه نخست، در درجه دوم این باخت رو تبدیل به برد بکنم. و کسانی که این مزخرفات رو میگن، نمیدونم چرا الان باید بیای فاز وطن پرستی بگیری، بری از یه حکومت مفتضح شکست خورده مثلا حمایت بکنی و فلان و اینا به معنی دقیق واژه صغیر عقلی هستن. یا گمان میکنم مثلا در این هیروویر با دشنام دادن به نتانیاهو مثلا میتونن کمکی به ایران بکنن. یا نمیدونم یکی از دوستان سابق ما اومده بود، دیده بودم توی این گروه های تلگرامی اومد نوشته بود که حکم جلب دادگاه بین المللی کیفری حکم جلب نتانیاهو رو صادر کرده. خب آخه ناقص العقل،
همین دادگاه حکم جلب و دو سه سال قبل، 2 سال قبل برای پوتین صادر کرده. الان پوتین سر مرو گنده نشسته، سفرهای بین المللیش هم میره، اوکراین هم نابود شده، غزه هم همینجور شخ برده، نتانیاهو هم سر جاش قوی تر هم داره، قهرمان هم داره میشه تو کشور خودش. شما با این مزخرفات خب بذار در کوزه آبشو بخور، باید به فکر مملکتت باشی. واقعا بخشی از افراد صغیر عقلی هستن کسانی که این حرف رو کامل. میزنن. متاسفانه در بین قشر تحصیل کرده ایرانی ها، حتی اونایی که خودشون مخالف جمهوری اسلامی میدونن هم دیده میشن. یعنی اگه بله. فقط 4 تا بسیجی بودن ما میگفتیم اونا مهم نیستن. نه، تحصیلات مطلقا ثبات نمیاره. بله. سپاس بسیار. سپاس. روز و شب همگنان خوش. بدرود. بدرود.